داستان از اونجایی شروع شد که امتحانام شروع شد. من 3 هفته امتحان بدون ساعت مطالعه. سوال: چجوری میتونم این حجم از درس رو برای هر امتحان بخونم؟ جوابم تو یوتیوبه. 22 تا از پرطرفدارترین ویدیوها با موضوع مطالعه تو شب امتحان دیدم تا رسیدم به این آقا. این داداشمون داش علی واقعا خوب توضیح میده. اینم از خلاصه ویدیوی 20 دقیقه‌ایش که اتفاقا 5 میلیونم بازدید خورده. نکته: میشه با تمرکز روی مهمترین بخش‌های هر کتاب و کنار گذاشتن گشادی خودتون نمره خوبی تو امتحان بگیری. حداقل برای من که اینطوری بوده. استفاده از تکنیک پومودورو چجوری کار میکنه؟ مستقیما روی این دوتا تاثیر داره، به شکلی که تمرکز زیاد و خستگی رو کم میکنه. تو این تکنیک باید از وقتت نیم ساعت برداری، 25 دقیقه شو متمرکز مطالعه کنی و بعد هر 20 دقیقه یه استراحت 5 دقیقه‌ای داشته باشی. نکته‌ای که خودم میخوام اینجا اضافه کنم این که حواست باشه کمال‌گرای بازی در نیاری. حتما نباید این الگوت باشه. میتونی اینطوری بخونی یا اینطوری یا حتی اینطوری. حواست باشه که مهم درس خوندنه، نه این چیزایی که مهم نیست. چرا تکنیکش موثره؟ این روش با تقسیم زمان به دوره‌های کوتاه کمک می‌کنه که از خستگی و حواس پرتی جلوگیری بشه. وقتی استراحت‌های کوتاه داشته باشی دیگه ذهنت تازه میشه و بازدهی بالاتر میره. یادگیری فعال به نظرم اسمش باید میذاش با درس درگیر شو یا یه همچین چیزایی. باید نکته برداری، دورش خط بکشی، اونا رو برای کسی توضیح بدی. خلاصه درگیری با درست خیلی مهمه تو این تکنیک. چجوری کار میکنه؟ به جای اینکه فقط اطلاعات رو مرور کنی از روش بخونی، باید سعی کنی مطالب رو درک کنی و خودت اونها رو توضیح بدی. مثلا میتونی از فلش کارت‌ها استفاده کنی یا به کسی که تا حالا اون درس رو نخونده مطالب رو توضیح بدی. حالا چرا موثره؟ وقتی خودت اطلاعات رو توضیح میدی یا به خودت تست میزنی، مغزت خیلی بهتر اونا رو خاطرش میسپره. البته اگه مثلا تنهایی میتونی یکی رو جلو تصور کنی و درستو براش توضیح بدی. بریم ادامه. توی یه عالمه مطالب داری با یه زمان کم، پس به جای اینکه همه مطالب رو بخونی مهماشو بخون. اولویت بندی مطالب چجوری کار میکنه؟ مطالب رو بر اساس اهمیتشون تو امتحان اولویت بندی کن، طبق همون اولویتت هم درس بخون. اگه یه امتحان قبلی داری اونا رو بررسی کن تا بفهمی کدوم بخشاش مهمتر و ازش سوال بیشتر میاد. چرا موثره؟ این روش بهت کمک میکنه که روی بخشای مهمتر تمرکز کنی و زمانت الکی صرف مطالب کم اهمیت‌تر نکنی. فهمیدن به جای حفظ کردن چجوری کار میکنه؟ به جای اینکه مطالب رو فقط حفظ کنی، سعی کن اونا رو بفهمی. وقتی مفاهیم رو درک کنی میتونی راحت‌تر اونا رو یادآوری کنی. به این جمله دقت کن: هنگامی که در قیمت‌های جاری مقدار عرضه از مقدار تقاضا بیشتر باشد، مازاد عرضه به وجود میاد. حالا این یکی توی یه قیمت مشخص اگه کسی کالایی که تولید شده رو نخره، اون کالا اضافه میاد. این عبارت با این جمله یکیه. پس ببین، نیاز نیست عبارت‌های سخت و حفظ کنی. فقط باید جمله ساده رو بفهمی. چرا موثره؟ وقتی یه چیزی رو بفهمی، یادآوری اون خیلی ساده‌تر از زمانی میشه که فقط حفظش کردی. اینجوری دیگه مغز درگیر جملات و کلمات نیست و میتونه چیزی که فهمیده رو راحت رو برگه بیاره. تجزیه و تحلیل‌های قبل امتحان چجوری کار میکنه؟ امتحانات قبلی رو بررسی کن تا ببینید چه نوع سوالاتی بیشتر پرسیده شده. این بهت کمک میکنه تا با سوالا آشنایی داشته باشی. دقت کرده باشی به کسایی که میخوان کنکور بدن میگن تست بیشتر بزن. کسی که تست بیشتر زده میتونه با نمونه سوالای بیشتری ارتباط برقرار کنه. چرا موثره؟ این کار بهت کمک میکنه تا بهترین استراتژی رو برای امتحانات داشته باشی و از الگویی که معلم‌ها واسه سوال طرح کردن استفاده میکنن با خبر بشی. یکی از مهمترین قسمتاش همینه: اهمیت خواب و استراحت. چجوری کار میکنه؟ ببین، درسته که همه درسامون واسه شب امتحان مونده، ولی این دلیل نمیشه که تا خود امتحان بیدار بمونی. باید حتما یه تایمی رو بخوابی. حتما شب امتحان مطمئن شو که میتونی به اندازه کافی بخوابی و مغزت برای پردازش اطلاعات آماده تر باشه. چرا موثره؟ خواب کمک میکنه تا اطلاعات توی مغز تثبیت بشه و با ذهنی شادابتر بریم سر جلسه امتحان. و مهمترینشون برنامه‌ریزی دقیق. ببین دیگه وقت گشادی نیست. چند ماه اشغال کردیم، الان باید این چند هفته رو برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. یه برنامه مطالعاتی مشخص می‌خوایم. مثلا این ساعت تا این ساعت باید درس بخونم، این ساعت هم واسه حل تمرینه، اینم واسه استراحت و خوابمه. چرا موثره؟ برنامه‌ریزی بهت کمک میکنه تا مطمئن بشی همه مطالب مهم رو خوندی و هیچی فراموش نشده. حالا خلاصه این خلاصه ها: برای موفقیت تو شب امتحان باید از روش‌هایی مثل پومودورو برای تمرکز، یادگیری فعال برای درک بهتر مطالب و اولویت بندی برای تمرکز روی مهمترین بخش‌ها استفاده کنیم. و همچنین مطالب رو باید بفهمیم، نه فقط حفظ کنیم. استراحت کافی هم که شرط به یاد آوردن همه این چیزاست. موفق باشیم.